گفتیم که جبرئیل علیه السلام به شکل صورت یک اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریف آورد و بعد از اجازه و رخصت پرسیدن نزد حضرت نشست. با آدابانه هفته گذشته در برای آداب نشست، آداب معامله با شما صحبت داشتیم. بعدا گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. ای حبیب خدا، ای محمد صلی الله علیه و سلم خبر ده مرا از اسلام. سوال دیدید چقدر سوال کوتاه و چقدر سوال شامل. از اسلام را خبر ده که اسلام یعنی چی. حضرت جبرئیل که احتیاج به دانستن اسلام ندارد، از اسلام آگاه است. حضرت جبرئیل به اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولا طریقه و آداب سوال کردن آموزاند، بعدا توسط این سوال کردش کوشش کرد که از اسلام با خبر شوند، پره برخوردار گردند. سوال ببینه، قسم به خدا بعضا ما آرزو میکنیم که ای کاش که جوانای ما هم طریقه مشخص سوال کردن یاد بگیرن. بعضی برادر است بعد سوال میکنه حضرت داملا یک سوال بود، خوب مرحمت دو درجام تستر کرد که کار داریم اندک گیر هستیم، نیم یک سوالک دارم، بعد سر میکنه ترجمه حالی خودشه. از همین اول که میبرد تا آخره. ای برادری عزیز آخه ما وقت نداریم، من برای تو گفتم سوالی تا ای چی عبارت تا همون سوال تا مشخص ته همون گپ تا بپرس خلاص. آخه چی لازم است برای من ترجمه حالی تو؟ آخه من نه حوصله شنیدن ترجمه حالی تو را دارم نه امکانیت شنیدنش. قسم به خدا بیشتری وقت در حالتهای بسیار نازک همین واقعا رخ میده. اومده بیچاره بچه که میخواد دست آب بگیره برای خاطر معرکه داخل شدن یا از معرکه وقتی خارج میشه که سوال میشه و خیلی میگه ما که یگان برادر یگان کاری زلولش رسیده است، عادتا یک بار نمیبرداری باری دیگه سیم هم زنگ میآید. بعد وقتی که میبرداری که شروع میشود او بیچاره بچه هم افتابه در دستش گرنگ ایستاده است که تو کی دستات میشوشته باشی تو هم گرنگ ایستاده که معنای گپ این برادر چی باشه، مقصدش چی باشه. اخیر الامر هیچ سوال ببینه، نگفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم من از راه دور آمدم، به هزار امید آرزو آمدم، شنیدم که تو پیغمبری آخر زمان بدی، در خاک پات صدقه آمدم که یک دو سوالک دارم همون را ایت کنم. نه همین در حال گفت که یا رسول الله از اسلام را خبر کن. تلفناتون را خاموش کنه. ده یگان بچه ده بکشه شوخی سری صبحش نمیره. خواهش میکنم هم تلفناتون رو بکشه. همین حاله از برای خدا. این یگان زل کنسرواتوری های آخی موسیقی مومیتین. همین یگانه جایی که از موسیقی امروز جان آدم خلاصه همین مسجد های. در همین مسجد هم کنسر مومیتین. نه دیگه در مارشروتکا سوار شده میشوه، نه در اتوبوس سوار شده میشوه، حتی بعضی ماشینای شخصی از پیشت میگذرن گوشات کار میکنن. همین مسجد لاعقل روز مومیتین بچه‌ها. یک برادر شب ساعتی 10 تا کم 12 زنگ زد. یک بار نبرداشتم راستی، بار دیگه باز زنگ زد. خیلی گفتیم یگان کار بسیار زلولش غلطی است. بعد گرفتیم. این گمان کرده است که ما یگان پسیکولوگیم. بعد سر کردم حالتهای روحیش از یاره و بیان کردن شکایت کردن. با در ضمن میگه جورای جانی ما باشی، جورای جانی ما باشی، خدا جانی توری جوره را مست کنه. گفتم که آخه من ساعت 4 باید بامداد بخیزم از برای ثواب. آخه جورای جانی ما باشی، جورای جانی ما باشی تا مقصد تا بگو چی میخواهی. و من پسیکولوگ نیستم که در نزد من عرض دل کنی. او قدر در قلب جمع اومده است طهارت که 2 رکعت نماز بخوان رو به سوی قبله، همو درد رنج ها تا در پیش خدا بگو. او خدا از کارساز. ان شاء الله گفتی خیلی تسکین میابی، خیلی آرام میشوی. اما برادر همه آدابی سوال دادن با آموزی. قسم به خدا روزی نیست که یک چند بار عصبمون رو ویران نکنن با همین سوالای بی معنی و احمقانه شو، به همین رفتار و کردارا سوال میکنن. داملا آدم علیه السلام ناف داشت. آخه ای سرت مونه که طرف فردا روز قیامت از ناف آدم علیه السلام سوال میکنن.
او تو ای شریعتت یک چیز بپرس، از احکام یک چیزی را بپرس. 24 سنتی سربریده را برای ما بیان کن. سنت سربریده نمیشه و شما سر زده هستی، شریکاتو نمیرسه. سنت پیغمبر سربریده میشیده، سنت سربلند نیست، صاحبش سربلند میکنه. نخو همین سوال باشه از برای خدا ای چی شرمندگی ای؟ سوال میکنن دوملا گوشتی که خوک حرامه یا؟ حرامه. چرا حرامه؟ برای اون که خداوند متعال حرامش حکم کرد. میگه برای چی خداوند رو حرام حکم کرده باشه؟ ای باشه تو گفتی سوالم کوتاه حقیقت است، همیشه دهان گپ قطعی جوابش بگو. من تا آیات قرآن آوردم گفتم خداوند حرامش کرده است، چی قدر میمون بازی میکنی؟ با مجبور میشه بعد دلیلای عقلیش بیاری که سببای عقلیش نه خیلی است. برای مسلمان مگر همین کافی نیست که خداوند حرامش کرده است؟ از این دلیل قطعی تر میشه. پیدایی حق ننگی دلایل نپسندد، خورشید نه چیزی است که جویی به چراغش. حضرت میرزا عبدالقادر بیدل که مسلمان حقیقی بود میگه برای اثبات وجودیت خدا دلیل آوردن ای بای ننگای. همین برای بدن آفتاب هم دلیل میکنه شما. آیا همین خورشید به چراغ ما میکنه که در کجای آفتاب تابانه؟ او وقتی که خدا حرامش حکم کرد همین برای تو کفایه نیسته. چرا درهای دوزخ 7 تنه؟ میگو ای برادر خداوند هم درهای دوزخ طبقه های دوزخ 7 کرده است. 7 تا برای اون کرده است که جان شما عذابی بد نکنه و 7 طبقه با آدمش زیادتر میشوه. برای چی در دوزخ جنت 8 تنه؟ آخه شرط نیست که تو تمام حکمت های خدا را بدونی. عقل در کار شرع نابیناست، عاقلی کاری بو علی سیناست. ای بس در شریعت خیلی سوالای بی معنی کردن درست نیست اصلا. آخه این سوال اگر یگان خطایی کنه، یگان هندی گو پرست کنه، خیلی میگوی که این جوانمر به قرآن باور نداره، به حدیث باور نداره، به یاد دلیل عقلیش بیارم. اون نخو برای مسلمان دلیل عقلی بیارن. ما که الحمدلله قرآن داریم مگر برای ما همه دلیل قرآنی کفایه نمیکنه؟ ما که الحمدلله هزارها حدیث حکمی داریم از احکام مگر برای ما همه حدیث ها کفایت نمیکنه؟ باز دلیل عقلی میکنیم. از این خاطر ترتیب و طریقه سوال کردن از حضرت جبرائیل به آموزه. گفت یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، خبر ده مرا از اسلام، از اسلام مرا خبر کن. همه هفته اخیر در مسئله لباس زرد سرخ هم نه به نهایت سوال زیاد شد. سوال میکنن دوملا لباس زرد پوشیدنش درست است؟ بله دو در جون درست است. خیلی اخی پیغمبر گفته است لباس زرد نپوشه. دیگه پا از کجا میگوی دو در جون که پیغمبر گفته است که لباس زرد نپوشه؟ من در حدیث خوندم. کدام حدیث کو گپ زن؟ ای کدام کتاب؟ نه ای کتاب نخوندم، از یک دیسک گوش کردم شنیدم. سبحان الله. آخه نباشه که سفسطه نگو، بگو که دوملو پوشیدن لباس زرد درست هست؟ من تا جوابت بگم. حتی یک تش میگه دوملو میگن همین بیژوی پوشیدن حرامه، لباس بیژوی، رنگی بیژوی. کی گفت است دیگه؟ آخه در کتاب حدیث اومده است کو؟ نه خود در همون کتاب حدیث بیژوی اومده باشه. همین رنگی بیژوی همون زمانه بود. ای خدا جان شما را مسکن. آخه این بیژوی را عصر 20 برو آوردن. او چیزی که در حدیث اومده است باز یک بار دیگه تاکید میکنم بچو، رنگ معصفر است. معصفر او حدیثایی که دایر به زعفران است ضعیفن. همین رنگ معصفر نهی کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. همچنین رنگ زرد نه، رنگ سرخ، حمرا. ما 2 هفته قبل از این برای شما در همین موضوع مفصل گپ زده بودیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که رنگ سرخ زینت شیطان است، از رنگ سرخ اجتناب ورزید. اما در برابر این حدیثای را آوردیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لباسهای سرخ می پوشید. حتی در حجت الوداع در سال آخر حیات پیامبر، سال 10 درستش، در مینا صفت پیغمبر را میکنن که در بر لباس سرخ داشت، جامه سرخی بسیار زیبنده پوشیده بود. از همین خاطر ما برای شما بیان کردیم که رنگ سرخی که با معصفر رنگ شده است، اکثر محققا میگن همون رنگ است، ممنوع، همون رنگ است که پیغمبر نهی کرده است. اما این سرخایی که با کرسکه میشوند از اینو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی نکرده است.
بعضی دیگر از محققان میگن که رنگ سرخ در ابتدا ممنوع بود، نهی شده بود، بعدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود پوشید و همین پوشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به جایز بودنش میکند. بعضی های دیگر گفتیان از جمله ابن قیم جوزیه که رنگ سرخی یک لخت پیغمبر نهی کرده است، یعنی اگر لباس پر از رنگ سرخ عبارت باشد اما اگر خط های سیاه داشته باشد، خط باشد، در اون صورت بوکی نداره، دیگر رنگ دیگر رشته ها داشته باشد بوکی ندارد. اما این قول امام شوکانی بالکل رد کرده است، میگه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ما و شما دیده زبان عربی را بهتر میدونستند. اگر که مخطط میشد در اون صورت نمی گفتن که حمرا سرخش نمی گفتن. آدم که سرخ گفتن پس همین سرخ مطلق هم پوشیدنش درست است، به شرطی که با معصفر رنگ نشیده باشه. امروز کو معصفر؟ امروز شاید 99% مردم این سرزمین معصفر را نشناسن که چی از خودش. یک گیاهی مخصوص بود از برای رنگ کردن، همراه می جوشاندن آبش می گرفتن، در رنگ کردن لباس استفاده می بردن. از همین خاطر لباس خواه سرخ است خواه زرد است پوشیدن بگیره، ممنوع نیست برادرای عزیز. این الله جمیل یحب الجمال، خداوند زیبا است، زیبایی را دوست می داره. از همون لباس سفید تنگی در تنه چسبیدگی، هزار یک رنگ نوشتگی ده، همه لباس سرخ کشاد نازنین پوشی یا زرد کشاد نازنین 100 بار بهتره. گفتیم که اسلام دین زیبایی است، زیبا و خوشرو پوشه، خودتون زینت بتین. اگر به خاطر تکبر نباشه هم لباس پوشی تو برای زیبایی باشه، برای آن که خدا را خوش بیاید. وقتی خداوند نعمت خدا در یک بندش میبینه وقتش خوش میشوه، در این حالت هیچی باقی ندارد. این الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، خداوند دوست می‌دارد دیدن اثر نعمتش در بندش. یک بزرگ میگه تجمل بالثياب ولا تبالی فإن العين قبل الاختبار. تجمل بالثياب، لباس زیبا پوش پروا نکن، زیرا که چشم همیشه پیش از خبر است. اول با چشم میبینی با عقل میبینی.